در ناحیه فیض‌آباد مقامات به تخریب انشاءات یاریرسانی به گفته‌شان غیر قانونی بنیاد شده پرداختند. انشاءاتی که در نزد منزل زیستی مردم در حولی‌ها به طور اختیاری ساخته می‌شوند باعث بسته شدن راه‌ها و گذرگاه‌های اطراف این منزل‌ها می‌شوند، ولی عین زمان این ساکنان از کمبود زمینی نزد حولگی و تنگی شرایط زیست شکایت می‌کنند. انشاءات یاریرسان حولی دلافروز خولوه که در کوچه رودکی ناحیه فیض‌آباد همین گونه تخریب شده است، یکی از 4 مکان است که با قرار حکومت محلی از بین برده شد. در حالی که خولوه از این قرار ناراضی است، مقامات میگویند ساختمان‌های غیر مجاز سال‌های آخر به یک مشکل عمده ناحیه تبدیل شده است. ولی حالا بعد از بین برده شدن یک بخشی از حوله دلافروز خولوه این خانواده چی میکند؟ سوال است به همکاری ما سرویناز روح الله که این موضوع را دنبال کرده است. بفرمایید سرویناز. دلافروز خولوه که در شرایط تنگ با فرزندانش زندگی دارد میگوید نمایندگان حکومت ناحیه برای تخریب خانه‌اش آمده با زور حوله منزل زیستش را خراب کردند. اما زیارت اکرمزاده معاون اول رئیس ناحیه فیض‌آباد در رابطه با این مسئله به رادیوی آزادی گفت خصومت همسایه‌ها در این کوچه بر سر بیناهای اطراف منزل‌های زیستشان حکومت را وادار کرد که برای حل مناقشه آنها بیناهای یاریرسان را تخریب کند. این مقامدار حکومت ناحیه گفت به خانه‌های استخامتی منزل‌های زیستی آنها کسی آسیب نمی‌رساند و مسئله فقط به بیناهای یاریرسان تعلق دارد. به هر حال دلافروز خولوه با 4 فرزندش در یک شرایط ناگوار به سر میبرد، اما مقامات میگویند آنها ناچار هستند و باید بیناهای یاریرسان را که خودسرانه ساخته شدند به حالت اوله برگردانند. ما میدونیم که بحث کمبود زمین از عمده‌ترین مشکلات ساکنان تاجیکستان و ناحیه فیض‌آباد هم هست. 2-3 سال پیش رادیوی آزادی از دعوای ده‌ها ساکن محلی و حکومت گزارش داده بود که بر سر زمین‌های غیر قانونی فروخته شده سر زد. سرویناز در نهایت این بحث به کجا رسید و با چه انجامید؟ بله خیرامان، سال‌های اخیر در تاجیکستان حادثه‌های زیادی تخریب بیناهای منزل شهروندان ثبت شده و این گونه شکایت‌ها به دادستانی و دادگاه‌ها ارسال شده بود. اما پرسر و صداترین بحث منزل زمین شکایت 154 ساکن ناحیه فرخار بود. مقامات ناحیه فرخار در سال 2009 حدود 15 گکتار زمین را در محله شهرتپه این ناحیه برای بنیاد منزل به ساکنان تقسیم کرد، اما بعدا مقامات محلی تقسیمات این قطعه ها را غیر قانونی خوانده پایدارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و ادامه ساختمان منزل در این زمین ها را قطع کردند. ساکنان از زمین های خود محروم شده به اداره های مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 4 سال طول کشید. اما همین چیز معلوم نیست که پولی آنها را برمیگردانند یا نه. تشکر، همکارم سرویناز روح الله بود.